با درود به هموطنان عزیز و گرامی. من امروز مطلبی رو در شبکه‌های مجازی به دستم رسید که بسیار به نظر من مهم هست و در این مورد خواستم این مطالب رو با شما در میون بذارم. شاید شما هم دیده باشید. مطلبی از روزنامه فیگارو امروز منتشر شده یا به دست من رسیده که توی اون به نقش سایبری هایی که در حمایت از رضا پهلوی اقدام کردن در این مدت گزارشی تهیه کرده. تو این گزارش به مطالب مهمی اشاره میکنه که در اون میگه 95% حمایت های سایبری که از رضا پهلوی شده از فیک بوده، از هوش مصنوعی بوده. اگه یادتون باشه یک مطلبی رو تلویزیون اینترنشنال بیرون کرد که بالای 80 میلیون نفر توی توییتر آقای رضا پهلوی ازشون حمایت کردن و نشون دهنده این بود که این 80 میلیون در کل دنیا از آقای رضا پهلوی پیروی دارن. خب اون موقع من این عکسی از این مطلب رو گذاشتم و توی فیسبوک در رابطهش مطلبی نوشتم که متوجه بخشی قرار گرفت در فیسبوک. با بیرون اومدن این مسئله‌ای که الان فیگارو منتشر کرده با نقل از کارشناسایی که کارشون هست و هوش مصنوعی رو و سایبری ها رو دنبال میکنن و میگه که 95% این حمایت ها از رضا پهلوی بخصوص اون 80 میلیون 85 میلیونی که ذکر شده بود الان به 92 میلیون رسیده و این کار سایبری ها هستن و هوش مصنوعی هست. خب اگر ما چرا این مسئله مهمه؟ این مسئله به دو دلیل مهمه. یکی افشا کردن نقش موساد. اگه یادتون باشه در وایس قبلی گفته بودم که در اوایل یونی 2026 یعنی در حدود 3-4 هفته قبل مطلبی در روزنامه اسرائیلی هیوم منتشر شد که بسیار مطلب مهمیه و سوال برانگیزه که چرا با وجود این که موساد مسائلش رو بیرون نمیکنه چرا این مسئله رو بیرونی کرد. تو خبرگزاری یا تو اون گزارشی که داده میشه به 3 مطلب مهم اشاره میشه. یکی اولا مهمترین مسئلهش اینه که نقش داوید بارنا که 2021 میاد و امور خارجه موساد رو به دست میگیره که ایشون به این نتیجه میرسه واسه پیشبرد کارهای اسرائیل در رابطه با ایران بایستی که تغییر اساسی توی تشکیلات موساد داده بشه. با وجود مخالفت هایی که با ایشون میشد به این نتیجه میرسه که باید یک سری از جاسوسای ایرانی رو واسه موساد استخدام بکنه و این کار رو انجام داد و نتیجهش هم واسه اسرائیل مثبت بود که در اون وایسی که گذاشتم بهش عنوان کردم که با برنامه‌ای که بورنات تهیه کرده بود یه سایه ارتش شاتن آرمی یه ارتش سایه به وجود میاره که اونها همشون جاسوسای ایرانی بودن که واسه موساد کار میکنن و در عرض 2021 تا 25 که اولین جنگ اسرائیل بود تعلیم های نظامی داده شده بودن و تونستن از این افراد استفاده بکنن. جالب توجه هست که در تمام عملیات جنگ اول و جنگ دوم اسرائیل و آمریکا به ایران 1 نفر جاسوس اسرائیلی شرکت نداشت و همه این جاسوس ها ایرانی و اصل بودن. حالا در رابطه با اینکه چرا این عمل را ایرانی ها انجام میدن به فرهنگش وارد نمیشم، خواستم فقط به این مسئله عنوان بکنم که وارنات رو 2 ستون کار میکرد. یکی ستون اولش عنوان کردیم ارتش سایه، ستون دومش هم خیلی مهم هست که ربط داره به اون گزارش فیگارو.
ستون دوم وارنا این بود که بیاد و شبکه‌های اجتماعی رو به وسیله نیروهای موساد و هوش مصنوعی به سمت سوی سیاست اسرائیل در مقابل ایران رشد بده. و یادتون باشه سفری که رضا پهلوی 2 سال پیش به اسرائیل کرد و خطوط اسرائیل با رضا پهلوی به هم گره خورد، باعث شد که موساد بیاد و از شبکه‌های اجتماعی به سود رضا پهلوی که سیاست اسرائیل رو کم و بیش حتی بیش از حد توی جهان گسترش میداد و ما شاهد هستیم که پرچم اسرائیل با وجود جنایاتی که توی غزه کرد، خیلی از طرفداران رضا پهلوی توی شهرهای اروپایی، کشورهای آمریکایی، کشور آمریکا، شهرهای آمریکا به خیابان میارن، چیزی که در این شرایط خیلی غیر قابل انتظار بود که کسی بیاد و تو این شرایطی که کشته های مردم بیگناه غزه اتفاق میفته که بتونه بیاد و پرچم اسرائیل بیاره. خب بس هم دارم دور میشم، خواستم به این مسئله تکیه بکنم که وارنا آمد و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان رو بخصوص ایران اینترنشنال رو به دست گرفت. همونجوری که میدونید در سال 2023 بعد از قیام سراسری ژینا و خطر سرنگونی رژیم در زمان بایدن، رژیم یک چرخش درونی داد و با روابط پنهانی به غرب نزدیک شد و یکی از خواسته های غرب رابطه ایران با عربستان سعودی بود و جلوگیری از حوثی‌های یمن که این مسئله رو ایران انجام داد. و یادتون باشه ایران و عربستان سعودی در چین یک مذاکره داشتن و عربستان سعودی که دشمن ایران میگفتن، دشمن نظام جمهوری اسلامی هست، مجبور شدن باهاش کنار بیان. در اونجا عربستان سعودی به احتمال زیاد خواهان این نبود که با پول دادن به شبکه ایران اینترنشنال در ادامه تشنج با رژیم ایران گام برداره و سعی میکنه تشنج زدایی بکنه. در اونجا این مسئله رو موساد به نفع خودش دید و در سال 2023 اگه دقت بکنیم یک نقل و انتقالی در تلویزیون ایران اینترنشنال شکل گرفت و از لندن به واشنگتن رفتن و در اینجا عربستان سعودی که تا اون موقع پول ایران اینترنشنال رو میداد و سیاست‌های ایران اینترنشنال با سیاست‌های بعد از 2023 تغییر اساسی کرد به خاطر ورود موساد و سیاست اسرائیل در ایران اینترنشنال بود. اونجا اسرائیلی‌ها به این نتیجه میرسن که باید رضا پهلوی رو قوی بکنن و به عنوان یک رهبر بیان و در سطح ایرانی‌ها گسترشش بدن و همین مسئله ایران اینترنشنال که 80 میلیون یا 85 میلیون ایرانی سایت رضا پهلوی رو دنبال میکنن یا لایک دادن، بخشی از اون سیاست هست که عکس اون رو واسهتون میذارم که میگم چند ماه پیش من در رابطش یه مطلبی نوشتم. خب اینا چرا مهم هستن؟ چرا این وایس رو من الان واسه شما میذارم؟ به خاطر اینکه ما مسئله 18-19 دی ماه رو با اون کشتار وسیعی که انجام شد و پیشینه اون برمیگرده به نقش رضا پهلوی. یعنی اگر ما به این نتیجه برسیم که موساد برنامه‌ریزی کرده از بگیم 40 سال در فکر جنگ با ایران بود، بعد از به قدرت رسیدن ترامپ در ریاست جمهوری اولیش زمینه جنگ وجود نداشت، ولی با زدن قاسم سلیمانی و تضعیف اون نیروهای نیابتی رژیم در عرض اون دوره اولی که ترامپ سر قدرت بود، در دوره دوم زمینه حمله به ایران واسه اسرائیل آماده بود، ولی بایستی اینا بعد از اون جنگ اولی که کردن و جنگ اول اسرائیل به ایران که سری مناطق رو زدن، واسه جنگ دوم دیگه باز این دفعه دیگه نیاز بود که یک
دلیلی یه سوژه‌ای داشته باشن که بتونن با ایران وارد جنگ بشن. یادتون باشه توی جنگ اول مسئله اتمی بود و آمریکا هم عنوان کرد که با بمب‌های بسیار قوی تونسته به مسئله هسته ایران ضربه‌های اساسی بزنه و ایران قادر نیست که مسئله انرژی اتمیش رو دنبال بکنه. واسه این مسئله احتیاج بود که 18 و 19 دی ماه شکل بگیره. شما برید دقت بکنید، یکی از هموطنان گرامی توی اینستاگرام مطلبی رو پیدا کرده بود که بسیار مهم بودن. ایشون در رابطه صحبت میکنه که در 13 دی ماه یعنی 6 روز قبلش ترامپ میاد میگه اگه ایران دولت جمهوری اسلامی به تظاهر کنندگان شلیک بکنه ما نیرو پیاده میکنیم یا ما وارد جنگ میشیم با ایران. نیرو پیاده میکنیم نمیگه و میگه ما عکس العمل نشون میدیم. یعنی اینجا خطی که بین ترامپ و نتانیاهو و رضا پهلوی شکل میگیره که رضا پهلوی میاد 2-3 روز بعدش از مردم میخواد که 18 و 19 دی ماه به خیابان ها بیان. ببینید این خیلی مهمه که ایشون ساعتش هم میگه ساعت 8 بیایید. خب رژیم که الان اینم اعلام میکنه که بین 50,000 تا 100,000 نیروی مسلح دارن و کمک در راه هست. خب نظام جمهوری اسلامی که ترسیده بود و خطر، همیشه هم گفته بودیم وقتی که نظام جمهوری اسلامی خطر سرنگونی رو داشته باشه حاضره که دست به جنایات وحشتناکی بزنه تا حاضر حتی 500,000 1 میلیون آدم هم بکشه. و 18 و 19 دی ماه یک ترکیبی بود که به نظر من موساد پای گزارش بود و نتانیاهو تونست که ترامپ رو وارد یه جنگی بکنه که این جنگ در نهایت دیدیم که باعث سرنگونی رژیم نشد. خب این یه مطلب. پس اگر بگیم که 2021 با تغییر سیاست در درون موساد پایه توهم رهبری به وسیله رضا پهلوی شکل گرفت و نقش ایران اینترنشنال رو در این 2 سال دنبال بکنیم، میدونیم که چرا مردم در داخل و خارج تحت تاثیر قرار گرفتن و همونجوری که در انقلاب 57 خمینی به وسیله BBC قدرت گرفت و تفاوت انقلاب 57 و الان در این بود که در سال 57 به علت ساختار وابسته ارتش شاه به آمریکا تونست جنرال هویزر به ایران بره، ارتش آروم کنه و در عرض 6 ماه یک انقلاب شکل بگیره در کشوری که ارتشش 4مین ارتش دنیا بود و بزرگترین ارتش منطقه بود. این نو به این علت دارم میگم واسه اونا کسایی که توهم داشتن که با بمب‌های هوایی میشه رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. رژیم جمهوری اسلامی از شرق و غرب کمک میگیره ولی جریان نیست که مثل زمان شاه مستشارهای آمریکایی نقش داشته باشن یا مستشارهای روسی و چینی بتونن سیاستشون رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنن. این چیزا به هم مهمه که ما بدونیم که چه اتفاقاتی داره میفته. اگر مثل زمان 57 انقلاب یا رژیم جمهوری اسلامی به شدت به سرعت سرنگون میشد، اون موقع ماهیت رضا پهلوی مثل خمینی واسه خیلیا آشکار نمیشد و همونجور که در مونیخ شاهدش بودیم که از موضع قدرت بالا این شعار راست رو میدادن که یک پرچم، یک ملت، یک رهبر و شعار جاوید شاه رو سر داده بودن و حتی حزب دموکرات کردستان و 5 حزب دیگر رو رضا پهلوی به عنوان تجزیه طلب خواند. اون موقع چهره واقعی رضا پهلوی خودش رو نشون داد که اگر به قدرت برسه با هیچ جریانی رو قبول نداره و به شکل انحصار طلبانه، همونجوری هم که تو اون برنامه
مونیخشون هست قدرت رو در دست خواهد گرفت. خب الان نقش موساد با این مسئله که توی روزنامه هیوم در اوایل یونی آشکار شد و مطلبی که الان فیگارو داد بیرون و نقش کار پژوهشی که شده، کار تحقیقی که شده و مشخص شده که 95% توجه بکنید 95% اینها سایبریا و هوش مصنوعی بوده. این باید اون کسایی رو که هنوز هست در توهم رهبری رضا پهلوی دارن بیدار بشن و به این فکر بیفتن که ریشه این توهم، ریشه این مسائل از کجاست. آیا واقعا رضا پهلوی پایگاه اجتماعی داشته و داره؟ نمیگیم که طرفدار نداره، ولی پایگاه اجتماعی مسئلهش با طرفدارای زودگذر تفاوت داره. یادتون باشه در انقلاب سبزها 3 میلیون در تهران فقط به خاطر کروبی و موسوی به خیابان اومدن و الان میبینیم که از اونها خبری نیست. الان هم تحت شرایط جوی که وجود اومده بود در زمان احمدی نژاد و انتخابات میخواستن بحث‌های ادای دموکراسی رو در بیارن و بحث‌های تلویزیونی کردن و جو را آماده کردن، الان هم به شکل دیگه ایران اینترنشنال به صحنه آمد و صحبت از این بود که کمک در راه هست و 100,000 و 50,000 نیرو رضا پهلوی داره که به کمک مردم میان، که دیدیم که همش دروغ و توهم بود. و این صحبت‌های من فقط به خاطر این هست که ما به نقش قدرت‌های خارجی پی ببریم، به نقش موساد پی ببریم، به نقش آمریکا پی ببریم. در نهایت هر کی به فکر منافع کشور خودش هست و ما هم وظیفه ما این هست که در فکر کشور خودمون باشیم و خوشبختانه الان به این نتیجه باید برسیم که هیچ وقت یک فرد و یک جریان نمیتونه رهبری کشورمون رو به عهده بگیره و به جای اتکا به نیروهای خارجی ما باید اتکا داشته باشیم به نیروهای داخلیمون، به نیروهایی که قدرت تشکیلات دارن، سازماندهی دارن، مثل مجاهدین، مثل نیروهای اتنیکی. ما نیاز داریم به مبارزات مدنی، به جنبش دانشجویی، به جنبش کارگری، به جنبش بازنشستگان، فرهنگیان و همه نیروهایی که در این 4 دهه فعال بودن. مسئله آخرم که توی جنبندی بگم، نقش زندانیان سیاسی رو ما باید به عنوان مشعلداران مبارزه علیه استبداد دینی همیشه حمایت از زندانیان سیاسی رو فراموش نکنیم، برخلاف بخشی از طرفداران سامانه پادشاهی که سعی کردن افرادی مثل نرگس محمدی ها رو و بقیه رو مثل توماژ رو تخریب بکنن. هدف ما باید این باشه که بگیم که اینها هستن که میتونن در فردای ایران در کنار نیروهای دیگه در جهت آزادی ایران هم بها بدن و هم باعث آزادی ایران بشن. به امید آزادی ایران، به امید یک شورای فراگیر از نمایندگان تمام نیروها واسهتون روز خوبی آرزو میکنم.